اگه قسمت قبلی رو ندیدی اشکال نداره، همراه باش تا بگم چی شده. من چند وقت به دوستام میگم دارم جزیره میخواد برم پیش، میگن گرونه. گفتم من با 10 تومن سرتاشو هم میارم. همه گفتن امکان نداره، قطعا 20 تومن میشه. 3 روز پیش 10 تومن. این چالشه که من شروع کردم ببینم موفق میشم یا نه. نکته 1، تو تعطیلات نری. جمعه شنبه یکشنبه بهترین روز برای رفتن بلیط ما جمعه عصر با 1.8 شد. سری لباسا رو جمع کردیم و رفتیم فرودگاه. اومدم با مترو بیام فکرم هزینه بشه، ولی خواهرم رسوندم. بریم جانمونیم. منی و حافظ خانواده‌ام. بارالله بالاخره پرواز پریدیم رسیدیم جزیره کیش. فرودگاه کیش. نکته 3، از فرودگاه اسنپ بگیرید و نکته 4، هتل نگیرید، خونه اجاره کنید. تازه اگه تعداد نفراتون بالا باشه کلی به صرفه میشه براتون. ما این خونه به این جذابی رو از حسینی رنت گرفتیم 1.8. موتور گرفتیم برای اینکه هزینه‌هامون صرفه‌جویی بشه. تاکسی تو جزیره خیلی گرونه، پس ما موتور اجاره کردیم که برامون صرفه‌جویی هم بشه. اتفاقا روز 1 خورده‌ایه و اینکه یه ذره غیر مجازه، ولی خب ما می‌دونیم. بعدش رفتیم اسکله تفریحی برای گشتنی شبای جزیره. یه سر رفتیم خوراکی ضروری رو خریدیم. و نکته 6، توصیه میشه نهایتا روزی یه بار رستوران برید. ما شب اول شام پس که از تهران برده بودیم خوردیم. اگه میخوای هزینه تفریحات خفنمون هم بدونی حتما اپیزود بعدی رو ببین.